20 اردیبهشت سال 1374 داریوش با یک دسته گل میخک رنگارنگ به خانه ما آمد. فردای آن روز پدر و مادرم عازم سوئد بودند. دقیقه 90 آمده بود اجازه بگیرد من و او مراوده‌ای داشته باشیم تا شاید به ازدواج بیانجامد. مسافرها که رفتند خواهرانم یکی پس از دیگری به خانه هایشان برگشتند و من و پژمان بزرگترین خواهرزاده ام که حکم برادرم رو دارد در خانه ماندیم. او دوران دانشجوییش را در تهران می‌گذراند و من دانشگاهم تازه تمام شده بود و سرگرم طراحی فرش بودم. کاغذ طراحی رو روی میز ناهارخوری 12 نفره که حالا بی مشتری مانده بود پهن می‌کردم و با نوای سنتور پژمان غرق در چرخش اسلیمی ها و خطایی ها می‌شدم. قلم در دستانم همچون رقصنده‌ای میچرخید و نقش می‌آفرید. یک روز بعد از ظهر غرق در نقش پردازی بودم که تلفن زنگ زد. پژمان جواب داد و گفت با تو کار دارم. داریوش بود. بعد از سلام و احوال پرسی گفت امشب خونه هستید یک سر بیان پیشتون؟ جواب دادم بله برای شام بیان. او هم که از فرنگ برگشته بود و اهل تعارف نبود قبول کرد. میدانستم گیاهخوار است و گوشت نمیخورد. توی ذهنم غذاهای بدون گوشت را مرور کردم. بعد از کنکاشی در یخچال و کابینت ها تصمیم گرفتم دال دست درست کنم. غذای خوشمزه که تازه با آن آشنا شده بودم. دستور پختش را دوست آبادانی خواهرم داده بود و مادرم چند باری درست کرده بود. مزهش حرف نداشت. دست به کار شدم. اول از همه تمر هندی را در آب جوش خیساندم تا خوب حل شود و لعاب بدهد. بعد سیر و پیازی را که ریز خرد کرده بودم سرخ کردم. کمی هم زردچوبه و فلفل بهش زدم. دال عدس را خوب شستم و در قابلمه ریختم. تمر هندی را با قاشق خوب هم زدم تا هسته هایش جدا شد و بعد از رد کردن از صافی لعابش را به بقیه مواد اضافه کردم. کمی هم نمک ریختم و با حرارت ملایم نیم ساعتی گذاشتم بپزد و رفتم دستی به سر و روی خانه بکشم. داشتم وسایل پذیرایی را آماده می کردم که زنگ در به صدا در آمد. هول شدم. هنوز زود بود. اما وقتی آمدم در را باز کنم فهمیدم فریباست. دوست دانشگاهیم که آمده بود سری بزند. نفس راحتی کشیدم. آن سال با فریبا در نمایشگاه فرش غرفه‌ای کرایه کرده بودیم تا طرح‌های فرشمان را به نمایش بگذاریم. فریبا نفس زنان به 40مین پله رسید و سلام نکرده گفت وای چه بویی! از پله اول گفتم کاش از خونه شما باشه. داشتم برای مهمان اول چای دم می‌کردم که دومی هم از راه رسید. با چای گز و میوه پذیرایی کردم. اما انگار همه گرسنه و منتظر شام خوش عطر و بو بودند. وقت چشیدن اولین دستپخت عروس خانم آینده بود. دختر تحت‌آقاری خانه که آشپزی رو فقط تماشا کرده بود، حالا مهارتش را به نمایش می‌گذاشت تا دل داماد را ببرد. با کمک فریبا میز رو چیدیم. سبزی خوردن را با تربچه‌های نقلی تزیین کردم و چند تکه پنیر بریده کنارش گذاشتم. روی ماست با نعنا و گل سرخ نقش انداختم. نان‌های لواش رو مرتب چیده لای پارچه سفیدی پیچیدم و در ظرف گذاشتم. دال عدس رو در کاسه مرغی بزرگی کشیدم و سر میز بردم. نگاهی به سفره انداختم تا ببینم چیزی کم نباشد. در برابر سفره‌های رنگین مادرم که همیشه چند نوع غذا در آن بود حقیرانه به نظر می‌رسید. اما به عنوان اولین شاهکار آشپزی میشد بهش امتیاز خوبی داد. جلو رفتم و مهمانها را دعوت کردم سر میز. وقتی همه نشستیم سکوت حکم فرما شد. هر کس منتظر بود تا دیگری شروع کند. پژمان پارچه آب را برداشت و در لیوانها آب ریخت و بعد داریوش پیش قدم شد. ملاقه را برداشت و در بشقاب‌های گود گل سرخی دال عدس ریخت. عطر غذا همه را بیتاب کرده بود. سرانجام به وصال رسیدیم. اولین قاشق رو که به دهان بردم طعم خوش دال عدس در جانم پیچید. اما تا آمدم لقمه را بجوم چیز سفت و ریزی آمد زیر دندانم. قلبم ریخت. سنگ ریزه. مهمانها رو پاییدم و درست در لحظه‌ای که سر همه پایین بود
دستمال رو جلوی دهانم گرفتم و سنگریزه را بیرون آوردم. با خودم گفتم خدا رو شکر که اومد توی بشقاب خودم. اما خوشحالیم چندان دوامی نداشت. در قاشق دوم هم همین بساط برپا بود و در سومی هم. باز زیر چشمی نگاهی به بقیه انداختم. حالا همه دستمال به دهان مشغول کلنجار رفتن بودند. سرم را بلند کردم و لبخند تلخی زدم. فریبا برای اینکه آبروی دوستش رو بخرد گفت دالدست پاک کردنش خیلی سخته. چشمهایم گیر شد و رو به فریبا گفتم مگه دالدست پاک کردن داره؟ حالا این چشمای بقیه بود که گرد می شد. بی اختیار زدم زیر خنده. بقیه هم که تا آن لحظه آبروداری کرده و به روی خود نیاورده بودند شروع به خندیدن کردند. داماد گفت ولی خوشمزه شده و پژمان با لحن طنزآلود همیشگیش ادامه داد که ریگاش دالدستم داره. با این حرف قهقهه معروف فریبا به آسمان بلند شد و همه را بیشتر به خنده انداخت. یخ مجلس آب شده بود و دلهایمان هم از حسرت خوردن آن غذای لذیذ. داریوش داشت تلاش میکرد با پشت قاشق سنگریزه ها را جدا کند، اما بس که تعدادشان زیاد بود نهایتاً توفیقی حاصل نکرد. ما هم عاقبت خوردمان را با خوردن نان و پنیر و سبزی و ماست سیر کردیم. به برکت آن دالدست کذایی داماد که برای اولین بار دست پخت عروس خانم را میخورد سخت نمکگیر شد و عاقبت این مراوده به ازدواج انجامید. گرچه آن ازدواج هم مثل همان دالدست برخلاف ظاهر خوشرنگ و بویش دولتی مستعجل داشت. اینجا پادکست مدرسه خاطره نویسی است. خانه‌ای برای روایت‌های واقعی زندگی. خاطره‌ای که برایتان روایت کردم خاطره‌ای بود با عنوان دولت مستعجل دالدست، نوشته من مینا داستانیان، از خاطرات برگزیده فراخوان روایت‌های آشپزخانه مدرسه خاطره نویسی که در تابستان و پاییز 1404 برگزار شد. برای شنیدن نسخه کامل این خاطره و دیگر پادکست های ما مدرسه خاطره نویسی را در پلتفرم های صوتی کست باکس و اسپاتیفای جستجو کنید.